با دفتر نقاشی بچت ماهی $500 درآمد داشته باش. همون نقاشی خط خطی که بچت تو اون دفتر فیلیا داره میکشه میتونه تبدیل بشه به یه طرح هنری که خارجی ها بابتش به دلار بهت پول میدن. یعنی فقط کافیه یه دونه عکس از نقاشی بچت بگیری، بذاریش توی یه دونه هوش مصنوعی عکساز مثل لئوناردو، به اون هوش مصنوعی بگی این نقاشی رو برات تبدیل کنه به یه دونه طرح دیجیتال جذاب. حالا همون عکس رو کافیه بذاری توی سایتی مثل رد بابل. توی این سایت آدما میان و این طرح‌ها رو ازت به دلار میخرن تا بیان چاپش کنن روی تیشرت، پوستر، قاب گوشی یا 100 تا چیز دیگه. یعنی بدون اینکه نیاز به زبان انگلیسی داشته باشی یا مهارت خاصی داشته باشی یا حتی طراحی بلد باشی، فقط با یه دونه هوش مصنوعی در کنار یه دونه گوشی ساده میتونی درآمد دلاری داشته باشی. حالا من یه لیست کامل برات آماده کردم که 0 تا 100 مسیر رسیدن به درآمد دلاری از طریق هوش مصنوعی رو میخوام کاملا رایگان توی 2 جلسه آموزشی بهت آموزش بدم. کلمه هنر رو توی کامنت ها بنویس، این پست رو هم بفرست واسه اون دوستت که میگه تو ایران نمیشه خوب پول درآورد.